اگر شما هم صاحب یک گربه هستید، به احتمال زیاد این صحنه برایتان آشناست. یک هدیه خاص از طرف دوست پشمالوتون. یه موش، یه پرنده یا هر چیز دیگه‌ای که قبلا جان داشته. اما قبل از اینکه وحشت کنید، باید بگم این کار یکی از بزرگترین نشانه‌های عشق و اعتماد از طرف گربه شماست. من دکتر وت هستم، یک دامپزشک و عاشق روانشناسی حیوانات. امروز اینجام تا از دید علمی و روانشناسی به شما بگم چرا این اتفاق میفته و راز پشت این هدایای عجیب رو براتون فاش کنم. بیایید اول بریم سراغ غریزه. گربه ها، حتی اونهایی که کاملا سیر هستند، شکارگران ذاتی می باشند. این کد در دی ان ای اونها ثبت شده است. از نگاه غریزی گربه، شما یک شکارگر بسیار ناشی هستید. شما هرگز طعمه رو نمیگیرید، از قفسه ها غذا برمیدارید و ظاهراً قادر به تغذیه خودتان نیستید. بنابراین او نقش مادر یا معلم رو بر عهده میگیره. او شکار رو برای شما، این بچه ناتوان، میاره تا 2 کار انجام بده. اول به شما غذا بده، دوم به شما آموزش بده که چگونه شکار کنید. اما فراتر از غریزه، این رفتار یک معنای عاطفی بسیار قوی دارد. در روانشناسی اجتماعی گربه ها، اشتراک غذا برابر است با ایجاد پیوند و ابراز عشق. در واقع با آوردن این هدیه، گربه شما 3 چیز به شما میگه: تو عضوی از خانواده من هستی، من از تو محافظت میکنم و نگران تغذیه تو هم. این خانه امن‌ترین پایگاه من است. حالا سوال اصلی اینجاست: چگونه به این رفتار پاسخ دهیم بدون اینکه رابطمون رو خراب کنیم؟ هرگز فریاد نزنید و تنبیه نکنید. این کار فقط اعتماد اون رو از بین میبره و اون رو سردرگم میکنه. با آرامش تشکر کنید. یک نوازش کوتاه کافی است. سپس زمانی که حواسش پرت شد، شکار رو به آرامی دور کنید. غریزه شکار رو هدایت کنید. بهترین راه حل این است با اسباب بازی‌های تعاملی مثل عصای پرنده یا پازل غذایی این انرژی ذاتی رو به طور مثبت تخلیه کنید. یک گربه خسته و سرگرم معمولاً کمتر به دنبال شکار میره. پس به یاد داشته باشید این هدایای عجیب در واقع نشانه عشق بی قید و شرط گربتون به شماست. اگر تجربه جالبی در این مورد دارید، حتما تو کامنت ها با من و دیگران به اشتراک بگذارید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً با سابسکرایب و لایک از من حمایت کنید. زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. اگه سوالی دارید تو کامنت بپرسید. من دکتر وت هستم و اینجا از علم برای درک بهتر دوستای پشمالومون استفاده میکنم.